به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان‌آموزان گرامی. درس 26 است از سلسله درس‌های ترکی برای نوآموزان. الفبای زبان ترکی حرف او uçak 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 هواپیما هواپیما. و زبان روسی سمالیات سمالیات. و زبان عربی طائره طائره طائره. و زبان انگلیسی aeroplane. و فکرم aeroplane می شود aeroplane. خب اوزون 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 بلند. اوزون بلند می شود، بلند، دراز، یا آدم قد بلند. مثلا اوزون آدم قد بلند. در این شکل اگر استفاده شود او انسان بلند است نمیگوییم، او انسان قد بلند است، قد بلند. اوزون بلند. افق 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 خرد می شود، خرد خرد، کوچک، میده. یعنی زیادتر ما تاجیکان همچون لهجه میده استفاده میکنیم. یعنی وای توپی میده رو ده، یا وای یا نانی میده رو، یا ماشینچه میده. خرد و کوچک کم استفاده میکنیم، خرد می شود. بویوک کلان، بزرگ می شود، بویوک. اما افق خرد، کوچک. اون 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 آرد می شود، آرد. به زبان روسی موکا می شود به فکرم. به زبان عربی دقیق. به زبان انگلیسی در خاطرم نیست. برای چه ما این کلمه ها رو زیادتر با زیاده از یک زبان استفاده میکنیم؟ به خاطر که شاید کسی در خارج زندگی میکند، شاید کسی بعضی کلمه های تاجیکی به اون آشنا نیست، مثل کلمه هواپیما. وقتی هواپیما میگیم زیادتر تاجیکان سمالیات استفاده کردگیان یا شنیدگیان یا گپ میزنن، سمالیات میگوین، هواپیما میگیم. برای اونها یک چیزی نو است، جدید است. بنابراین با چند زبان اون را پیشکش مینموییم که تو که در ذهن و در فکر اون، در فکر و ذهن شما زبان آموزان نقش بندد. خب این بود درس 26. تا درس های نوبتی. خدا حافظ.